امروز سلام از باشگاه و ورزش و اکتیو بوده. بعد از ورزش و بلند کردن کلی وزنه خیلی حرفه‌ای‌طور گفتم که حتما پروتئینم هم بخورم. به معنای واقعی از این طعم متنفرم. تا این لیوان تموم بشه عذاب میکشم، ولی خب چون خیلی مفیده مجبورم بخورم. بعدش گفتم قبل از این که برم سر کار یه چرخی تو خونه بزنم ببینم بقیه چی کار میکنه. این بچه گاهی روزا خیلی فاز میگیره. امروز از اون روزاست که فاز گرفته و اینجا نشسته. این ورم 2 خواهر دیگه من که یکی داره غذا درست میکنه، یکی دیگه ظرفا رو میشوره. واقعا خواهر داشتن نعمته. بعدش من اومدم نشستم اینجا سر کارام تا شب ساعت 1 بی وقفه. از ساعت 12 شب به بعد میتونم واسه خودم باشم، چون قبلش باید طبق روتینم درگیر کار و درس و اهدافم باشه. بعد از ماسکم تصمیم گرفتم غذا بخورم، دیدم که به به خواهرم خواسته سورپرایزم کنه، غذای مورد علاقه‌ام آب دو خیار برام درست کرده. بعد از خوردن آب دو خیار تمام تن من شروع کرد به لرزیدن. هر کاری میکردم متوقف نمیشد. هوا سرد بود و اما نه انقدر که من بخوام این شکلی بلرزم. از این نودل تندو هست که حالت عادی نمیتونی لب بزنی. یه دونه از اینا خوردم، یکم بهتر شدم و بالاخره نزدیکای 4 صبح لرزش من کمی کمتر شد و تونستم بخوابم. لایک و ساب یادتون نره و فردا منتظرم باشین با روزمره میام پیشتون.